یا خدایا، این شوکت چرا مرا به اینجا دعوت کرده است؟ کنیست؟ با کجا؟ با نزدیکی آمدی؟ نزد شوکت آمدم. نزد سردار؟ شوکت سردار شماست؟ تو همینجا منتظر باش. نامت چیست؟ زیا بگو. زیا. این ماشین از شوکت باشه؟ آقا زیا گفتنی آدم تو رو دیدن میخواهد. برو توش درست بینیش قرنه افت شمخلیه؟ بله اکا. همون بود رویه. یا خدا، این شوکت چی کار کرده ایستاده باشد؟ نتوانی دروی. رحمت، اول تو رو یک جستجو کنیم. مرحمت. چه احوال است؟ ها؟ اوه، تو هم زیا نیستی؟ زیا گفتی؟ زیا یکم پرابلم داشته باشی بگو حلش کنیم، نداشته باشی برو در برون پور. شوکت، مرا عصبی نکن به خدا. این موی سری شانه کرده را میچینم. از پشتی تو شده کنعانی دیوانه است، پس من از در کجایی که یابد میکشد مرا. تو باشی خودت را مافیا گرفته ایستاده ای. برام پروای کنان دیوانه را نکن. این روز جنازش هم میخونیم. تو اینجا نشسته استراحت کن برادر. بچه ها در خدمتی تا هستن. میدانی به کدام خاطر؟ تو یک وقتا خدمت کرده بودی. امروز باشه ما خدمت میکنیم. ایده شاورماش بره بچه. این را بینه پول یافته از خود رفته است. فاهیمش را بینه. اکا شاورمای سیب قلمفور میخوایی؟ چی؟ شاورمای تیز میخوایی؟ من شاورما را دوست نمیدارم. کن اینجا بیا. من شاورما نمیخورم. رفته برای من از آنجا برچه یا بغزالچه تندوری گرفته بیار. میریم کنان هم میکشیم تیز می. همین محمود و محکولو؟ ها محکوله. محمود چی؟ محکول. اگر تو مرا بگیری کو همه پرابلمات یا جای حل میکنه. من یکم پرابلم ندارم. اگر تو را بگیرم کو عمیق سر میشه.